خوجه هستم. سلام. قبل از معرفی خبرگزاری شو به سرخط موضوع امروز 26 ایون توجه کنید. دو پهلو یک ترازو امسال سال تربوز می شود. کشاورزان تاجیک خرسند نیستند، تاجران فایده می بینند. دهقانا هم محنت نکنند، خب و ایوم و انان میوه میخره. دادگاه عالی австрия از حکم استرداد دیمیتری فیرتاش به آمریکا پشتیبانی کرد. میلیاردر اوکراینی به رشوه‌دهی متهم است. و هلاکت 10 نفر هنگام آبازی در کلودریاهای تاجیکستان، نصف آنها را کودکان و نورسان تشکیل میدهند. یک کاسته آب شده. ما نمیترسیم آبازی را میتونیم. کارمندان پلیس نگذاشتند که امروز مفجیگل غریب و مادر جنیدالله خدایارов در ملاقات با پرزیدنت امالی رحمان اشتراک کنند. جنیدالله خدایارov 1.5 سال می شود با عیب پیروی از رویه در تاجیکستان ممنوع سلفیت در زندان است. مفجیگل غریب و را بعد 6 ساعت از اداره پلیس آزاد نمودند. نزدیکان این زن میگویند او تنها میخواست از ناحق زندانی شدن پسرش به پرزیدنت شکایت کند. مقامات پلیس تا به حال سبب بازداشت غریب و را شرح ندادند. دیروز پرزیدنت تاجیکستان در نویه لغش بود و انتظار می رود شام امروز امالی رحمان در مراسم اصلی تجلیل از روز وحدت ملی در شهرک غرم اشتراک کند. ظاهرا امسال بازارهای تاجیکستان از تربوز محلی پر می شود. وزارت کشاورزی میگوید سال جاری کشت محصولات پالزی بیشتر بوده، حاصلش نیز خوب شده است. سال گذشته خشک شدن نهالها از گرمی طاقت فرسا و بالا رفتن مواد سوخت و نوری های مینرالی قیمت تربوز را در کشور بالا برد. اما دهقانان تاجیک میگویند فراوانی هم بر ضرر آنها بوده است. شادمان یتیم موضوع را ادامه میدهد. جورا منگلیف از بی‌حوصله پارسالا تجربه گرفته امسال بیشتر پالزی کشت کرده است. او سال نشد ساز، امسال سازه. او سال вообще نشد تربوز قاق شد رفت. وزارت کشاورزی دهقانان را آگاه کرده است که به سبب زیاد کشت شدن و حاصل زیاد تربوز و خربوز ارزان می شود. جورا منگلیف نگران است که خراجات امسالش را نمی پوشاند. نزرال می شود ارزان شود ای 5.5. همین 3 گکتار زمین به شما چقدر مبلغ صرف کردید برای گکتارش تا 10,000 سومانی ده 3,000 سومان میرده سیتا. دهقانان میگویند امسال نرخ داروهای مینرالی گران بود و خراجات کشت پالزی هم زیاد شد. سال گذشته در اول موسم تربوز را یک لخت 8-9 سومانی به صاحبکاران میفروختند. حالا یک برابر ارزان است. کمتا وایده وارنی کمی میکنه. البته قیمتر میشد با راست خود بجا میکرده. دهقانان میگویند برایشان بهتر است که حاصل غون کردهشان را از سر زمین به صاحبکاران بفروشند. امروز در نزد ما همین گونه یک تربوز را یک لخت 5.5 سومانی خودی همین دهقان با یک صاحبکار نرخ کردند. در بازارهای دوشنبه نرخ تربوز و خربوزه یک رنگ نیست. حالا اساساً از ناحیه‌های گرم ولایت ختلان این محصولات را وارد بازار میکنند. نرخ تربوز از 7 تا 18 سومانی است. برکت تخدو هم دهقانا را که دهقانا هم محنت نکنند، خب و ایوم و انان میوه میخره. با سبب زیاد کشت کردن و هم خوب آمدن باد و هوا هر سال یک محصولات کشاورزی یا از کمچینی گران می شود و یا از زیاد بودن حاصل محصولات ارزان شده و دهقان مفلس می شود. سال گذشته برخی دهقانان ولایت ختلان حاصل پیاز را جمع آوری نکردند که ضرر می بینند. دستور برای کشاورزان از طرف وزارت کشاورزی باید باشد که تا چه اندازه کدام محصولات در آینده بازارگیری آن طلبات به آن در کدام حالت خواهد شد. از روی اطلاع وزارت کشاورزی امسال دهقانان در 18,000 گکتار پالزی کشت کردند که نسبت سال گذشته 2,000 گکتار زیاد است. اگر سال گذشته در این شب و روز بیشتر از 1,000 تن تربوز و خربوزه جمع آوری شده باشد، امسال این رقم یک برابر زیاد است. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی، دوشنبه، ولایت ختلان.
رو می‌ریم به موضوع دیگر. میلیاردر اوکراینی دمیتری فیرتاش احتمال به آمریکا استرداد شود. فیرتاش که زمانی از شریکان رئیس جمهوری سابق اوکراین ویکتور یانوکوویچ بود در راستای اتهام رشوه‌دهی قرار دارد. خود میلیاردر اتهام را همچون سفسطه و دعوای بی‌اساس رد می‌کند. ضمناً اسم فیرتاش در دایره‌های تاجیکستان نیز آشناست. ادامه موضوع در گزارش نوبتی. 25 ایون دادگاه عالی استریا از حکم استرداد یکی از ثروتمندترین سرمایه‌داران اوکراین دمیترو فیرتاش به ایالات متحده آمریکا پشتیبانی کرد. فیرتاش در ایالات متحده آمریکا با فساد متهم می شود. قرار دادگاه عالی استریا امکان محاکمه او در آمریکا را بیشتر می کند. طبق قانون‌های استریا قرار نهایی در مورد استرداد فیرتاش با وزیر کارهای داخلی استریا ارتباط می‌گیرد. سال 2013 هم دادگاه ایالات متحده آمریکا فیرتاش یک وکیل مردمی پارلمانت هندوستان و 4 نفر دیگر را با تقدیم رشوه به منصبداران حکومت هندوستان متهم کرد. طبق این ایبنامه رشوه میبایست مسئله سازش تأمین ماده تیتانیوم برای کارخانه تولید هواپیماهای بوئینگ را حل میکرد. فیرتاش سابق کارشریک پول منافورت، سابق رئیس ستاد انتخاباتی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ می باشد. منافورت حالا با جرم سرکشی از سپردن انداز و فساد بانکی در زندان است. فیرتاش خود را بیگناه می شمارد و اصرار می ورزد که ایبنامه‌اش در امریکا جلوی سیاسی دارد. این سرمایه‌دار اوکراینی در آغاز سالهای 2000 یک مدت به طور فعالانه به بازار تاجیکستان پای گذاشت و از جمله در سال 2002 تاجیک ازاد بزرگترین کارخانه تولید نوری‌های مینرالی واقع در شهر لیوکندی ولایت ختلان و سال بعد کارخانه دوزندگی گلستان در مرکز شهر دوشنبه را خصوصی گرداند. اسم کارخانه‌های مربوط با فیرتاش در سال 2014 همچون بخشی از بحث‌های دادگاهی و پرونده‌های جنایی از جمله در رابطه با صاحبکار زندانی زید سعیدوف به مطبوعات راه یافت. دادگاه اقتصادی ولایت ختلان سال 2014 کارخانه تولید نوری‌های مینرالی تاجیک ازاد را دوباره به اختیار دولت گذاشت و همین گونه کارخانه گلستان هم با حکم دادگاه به دولت برگردانیده شد. برمیگردیم به تاجیکستان. در شب و روزی که در دوشنبه بنیاد ساختمان‌ها با سرعت جریان دارد، پایتخت به قول برخی از ساکنان به یک شهر کران یا باربردارها تبدیل یافته است. کار این عظیم جثه‌ها در فاصله نزدیک به منطقه‌های اهالی نشین و راه‌های ماشین‌گذر مایه نگرانی هم شده است. آیا این باربردارها تا کجا به خطرند و سوی کی نظارت می‌شوند؟ پاسخ را به این سوال در گزارش همکاران ما پیدا می‌کنید. موج کم سابقه ساختمان‌ها را در شهر دوشنبه که سیمای پایتخت را در چند سال اخیر به کلی و به طور زیبا تغییر داده است، اکثر ساکنان و مهمانان استقبال می‌کنند. اگر از بلندی پرواز پرندگان دوشنبه را نظاره کنید، پایتخت یک شهر کران‌ها و باربردارهای ساختمانی را می‌ماند. اما در پشت این زیبایی ساکنان خطرهایی را می‌بینند که احتمال سرزدنش را از واقعیت دور نمی‌دانند. به خصوص پس از چند حادثه سرازیر شدن کران‌های ساختمانی. در برخی از محله‌های شهر دوشنبه در شفت منزل‌های ساکنان ساختمان‌های بلند طبقه جریان دارند و بعضاً تیر کران‌ها به بالای منزل‌ها و راه‌های سیرماشین می‌گذرد. مقامات ناظر کران‌های باربرداری ساختمانی می‌گوید این باربردارهای ساختمانی نباید برای اطراف و ساکنان خطر ایجاد کنند. امروز در حدود شهر دوشنبه اکثریت بیناها در حدود راه‌ها و نظر گرفته شده است. کران‌ها در نزدیکی راه‌های اتومبیلگر وصل کرده می‌شود. پیش از بار برداشتن و بنای استقامتی باید در حدود راه‌های اتومبیلگر لنت‌های محافظتی گذاشته شود و شخصان مسئول عاید همون به خطرانه استفاده بری همون کران واگذار کرده شود در همون منطقه. بعد از سنجش‌ها در ساختمان و خصوصاً فعالیت باربردارها چند موردی رعایت نشدن قاعده‌های بی‌خطری آشکار شده است و مسئولین ساختمان را هم برای رعایت نشدن این قاعده‌ها جریمه بندی کردند. می‌بینیم که در همون بدیه‌های باربرداری که کران همچون برای برداشتن مسئله ساختمانی استفاده می‌برد، آدم‌ها
آدم سوار کرده از یک منطقه بر منطقه دیگر میبرد. این هم در حالی است که کاری کرانها و وضع فنی این باربردارهای ساختمانی قبل و پس از نصب کردن مورد سنجش قرار میگیرند. افرادی که این کرانها را اداره میکنند بر اینند که کارشون خیلی نازک است و خردترین اشتباه میتواند پیامد سنگین داشته باشد. پروسه مثال نگاه کنند پروسه مجدد نباشه بارد پروسه را هم اپیان با خوشم آمد این شاید بارد بسته میشه همین شاید ندارد میکنیم ایده بسته باشه ما نمیبردیم مثال یک پرش باشه به یک پرش دیگه شوی باشه خیلی شما نمیبردیم همین ندارد میکنیم ایده خود نوار میکنیم بر اساس اطلاع خدمات بی‌خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری حالا در شهر دوشنبه کمی بیشتر از 100 کران در ساختمان‌ها فعال است. تقریبا 95% آن تولیدات چین بوده برای وارد و نصب آن اجازه مخصوص گرفته می شود. حدود 5% هم کران‌های زمانی شوروی اند که تاکنون فعالند. در یک سال اخیر 2 حادثه چپشوی کران‌های ساختمانی در شهر دوشنبه ثبت شده است که علت آن هم شمال سخت و حالت‌های نادرست فنی و کهنه بودن باربردارها نام بر می‌شوند. برنامه خبری رادیو زودی رو ادامه می‌دهیم. اگرچه ماه اول تابستان امسال به انجام نرسیده است اما علاقه شماره قربانیان در آبهای تاجیکستان دهان نفر را تشکیل می‌کند. احتمالاً از این فلاکت‌ها میشد پیشگیری نمود اگر ساکنان کشور برای استراحت و آبازی مکان‌های خطرناک را انتخاب نمی‌کردند. گزارش نسای شیوریمی را در تقدیم کایمرسیاتا تماشا می‌کنیم. انور 11 ساله هر روز تابستان همراه دوستانش برای آببازی به نزد دریا می آید. کودکان برای آببازی جای خطرناک را انتخاب کردند. مجرای آب در اینجا تیز است. انور می گوید دریا به خانه‌شان نزدیک است و والدان مخالف آببازی آنها نیستند. یک کاسته آب شده. ما نمی‌ترسیم آببازی را میتونیم. از 1 ایون هر روز به حساب میانه در کل دریاهای تاجیکستان 2 نفر غرق می شوند. کلانسالان اکثرا بنابر سرخوش بودن غرق می گردند. بیش از نصف غرق شده ها را کودکان و نورسان تشکیل می دهند زیرا کسی آنها را نظارت نمی کند. اگر از روی سن و سال بگیریم از شماره عمومی غرق شده ها در کل دریاها تا سن 4 ساله 8 نفر را تشکیل می دهد. از 5 تا 10 ساله 6 نفر، تعداد دیگر تا 17 ساله را در بر می گیرد. به گفته نجات بخشان همه غرق شده ها در مکانهای استراحت و آببازی کردند که خطرناک دانسته می شوند. از جمله در نزد دریاهای پرجوش و خروش و آبانبارها. در مکانهایی که برای آببازی اجازه داده شده است غرق شوی ساکنان ثبت نشده است. جهت پیشگیری حالت‌های غرق شوی از جانب گروه نوبرداری ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه از جمله دسته مخصوص عمل نجات‌دهی در حوزه‌های کل دریاها و کانال‌هایی که شهروندان با آببازی مشغول می‌باشند نوبرداری تشکیل کرده شده است. در مکانهای ممنوع شده برای آببازی نیز نجات بخشان و نمایندگان مقامات محلی کار میبرند. آنها اکثرا از ساکنان درخواست میکنند که این مکان خطرناک را ترک نمایند، اما این طلب آنها صرف نظر می شود. برای آببازی آمده بودن گفتن که در جا آببازی نکنه نبا میخیزه میرم، اما دیگه در جا آببازی نمیکنیم. تابستان سال گذشته هنگام استراحت در نزد کل دریاهای تاجیکستان بیش از 140 نفر به هلاکت رسیدند. این رقم 2.5 برابر بیشتر از قربانیان آفت‌های طبیعی در کشور به مثل سیل و سنگریزی و ترمه‌فرایی در یک سال گذشته می باشد. مقامات روسیه گفتند در رابطه با زهرآلودشوی 10 مهاجر از تاجیکستان و ازبکستان در شهر ادینسو و ولایت مسکو پرونده جنایی باز کردند. تقریبا 50 مهاجر شب 22 ایون به بیمارستان ها برده شدند. همه آنها در کارخانه درو تیره‌ای سازی کار میکنند. قبلا نمایندگان وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه گفته بود که 12 نفر مهاجران تحت نظارت پزشکان هستند. مهاجران میگویند مجبوری هر ماه به کارخانه 4000 روبل میدهند و در عوض خوراکی بصفت میگیرند. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از اون که تا آخر برنامه ما را همراه بودید تشکر میگیم و همین گونه از همه شما دعوت میکنیم که نوار و گزارش های جالب را از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. البته وبسایت رادیو آزادی نیز در خدمت شما عزیزان از زیر نشانی www.azadi.org فراموش نکنید. ما در شبکه‌های اجتماعی همچنین صفحه خود را داریم. تا برنامه فردا، خدا نگهدار.